الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. خواهی که در این زمانه فرد گردی یا در راه دین صاحب درد گردی، این را بجوز از صحبت مردان مطلب. مرد گردی چو گردی مرد گردی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از الله بسیار مهربان دعاگو هستم که خداوند خاتمه کار همه ما و شما را به خیر گرداند، ایمانهای ما و شما را با سلامت نگه دارد و الله مهربان تمنیات و مقصودهای نیک ما و شما را با فضل کرمش حاصل گرداند. جمیع گذشتگان ما را الله مهربان رحمت و مغفرت گردانی، بیماری هامون شفای کامل نصیب گردانی. مسافرهامون الله مهربان کاراشون در برار و برکت و کشایش نصیب گردانی و ملک ما را الله مهربان همیشه خوب و نیک نگه بداری. برادران و خواهران خیلی عزیز و گرامی، الحال میخواستم در یک موضوعی که بسیار برای ما و شما امروزها حقیقتا لازم و درکار است یا داغی روزم گوییم، این در اطراف اخلاق، در اطراف رفتار و گفتار و روزگذرانی جوانان، چه دادرای ما و چه خواهران ما. من میخواستم در اطراف این برای شما یک معلومات اتیم و بسیار ناراحت هم هستیم که بسیاری از دادران و خواهران ما امروز میل به استعمال تبلتکه های نارکوتیکی بستند یا به مانند این تبلتکه ها روز به روز هر گونه هاش البته بیرون می شود. وقتی به اینها دل می بندین و وقتی که از اینها استعمال میکنین، آیا اینها عاقبتش چگونه هست میخواستم به شما صحبت داشته باشم. برادران خیلی عزیز و گرامی، در برابرش خواهرای عزیز و گرامی، زیرا که امروز مشاهده می شود، دیده می شود که حتی خواهرای ما هم در دهانشان سیگاریت و یا مثل جوانها امروز اینها هم از هر گونه همین داروهایی که به اصطلاح خودشان کیف میدهد استعمال میکنند. الله مهربان در قرآن در سوره مائده آیت 90 و آیت 91 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظیم. برادران و خواهران عزیز، الله مهربان در این آیت قرآن یک باره 4 چیز را پلید میخواند. یکی خمر، یکی قمار، یکی بت پرستی، یکی فالبینی. الله مهربان میگه من عمل شیطان، اینها عملهای شیطانی اند. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله مهربان میگه از اینها خداتون دور گیرین، هر آینه در نزد من محترم میشوین، در نزد من عزت میابین، در نزد من آبرو پیدا میکنین. در دوام آیت قرآن در همین سوره مبارکه الله مهربان گفت هر آینه خمر یا قمار یا بت پرستی یا فالبینی در بین شما کینه و عداوت و دشمنی را می اندازد و شما را از یاد الله مهربان دور نگه دارد. خواهران و برادرای عزیز، اینجا در کلمه خمر آمد، انما الخمر. اگر چند در تفسیرها نوشیدنی هر یک چیزی که انسان وقتی از عقل بیگانه میکند او را خمر میگوید.
بزرگی قرآن، معجزه بودن قرآن این است که کلمه خمر مخامر العقل تفسیر شده است. هر چیزی که اگر به عقل آدم مبارزه میبرد، نابسته وی آوی هست، نابسته وی خاکی هست، نابسته وی دودی هست، یعنی هر چیزی که تا روز قیامت. حالا ببینید در زمانهای پیامبر اینهایی که امروز بیرون شدن به هر نامهای نو، اینها در زمانهای پیامبر نبودن. لیکن قرآن که کتاب جوابگو تا روز قیامت است، کلمه خمر را استفاده بود. یعنی هر چیزی که با عقل آدم مبارزه میبرد، هر چیزی که آدم به عقل میکند، الله مهربان گفت باید از او شما دور باشید. خمر، حتی خمار یا خمور به معنای هر چیزی را که چیز پوشانید او را خمر میگن. مثل که در عربه ها حتی رویمال زن هم خمار میگن، یعنی بالای سر زن که میپوشاند، به این خاطر که پوشاننده که هست او را میگن خمر، او را میگن خمار. برادران عزیز و گرامی، این آیت قرآن من قبلا آوردم به خاطر آنه که شما دانید که استعمال هر چیزی که شما را از عقل بیگانه کرد، الله مهربان گفت این از عملهای شیطانی است، شما خداتون از اینها دور گیرین، نزد من محترم و نزد من قیمت و قدر میابید. و انشاءالله نفرهایی که از این دور میشوند، الله مهربان برای اونها هم در دنیا و هم در آخرت بین احترام گذاشته است. در دیگر سوره از قرآن الله مهربان ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، آیت 29 از سوره مبارکه نساء است. الله مهربان میگه شما ولا تقتلوا انفسکم، یعنی خداتون از بین نبرید. ببینید، خداتون نابود نکنید. ان الله کان بكم رحیما، الله برای شما بسیار مهربان است. یعنی برادران عزیز، با استعمال این گونه داروها و موادها معناش همین است که ما خودمان از بین میبریم. در دیگر از آیات قرآن الله مهربان فرمود که ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، سوره بقره آیت 195. ببین الله مهربان چی میگه؟ ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، هیچگاه به دستهای خودتان خداتان با هلاکت نرسانید. دیگر حدیثی که راوی او جابر ابن عبدالله، راوی و حضرت عایشه مادرمان، راوی و حضرت عباده ابن صامت، راوی او حضرت ابو سعید خدری که امام شافعی در کتاب مشهور خود الام، امام مالک هم در کتاب معروف خود الموطأ، بیهقی و طبرانی این حدیث آوردن که پیامبر ما گفتن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی یک قاعده عمومی هست در دین. برادران و خواهران عزیز که معناش همین است که نه به کسی در مالش و در نفسش ضرر برسان، نه در نفس و در مال خودت ضرر نرسان. یک قاعده عموم است. یعنی مسلمان نفری هست که نه کسی را در مالش و در نفسش زیان و ضرر میرساند، نه در نفس و در مال خودش زیان نمیرساند. هر آینه با استفاده این گونه موادها ما در مالمان و در نفسمان خواهرها و برادر عزیز زیان میرسانیم. الله رحمت کند، حسین واعظ کاشفی را میگفت تو را رحمان همی گوید که ای مؤمن مخور باده، تو را ترسا همی گوید که در صفرا مخور حلوا، نمیمانی زینا پاکی برای گفته رحمان، بمانی شهد و شکر را برای گفته ترسا. حضرت میگه ای چی انصاف است که وقتی که الله مهربان برای تو بسیار مهربان است و آن چیزی که به جان تو، به نفس تو، به حیات تو، به آبروی تو زیان دارد، وقتی تو را به آیت های قرآن من میکند من نمیشوی. لیکن هرگاه پیش یک طبیب میره و میگه اگر همین را استعمال کنی قندت بلند میشود، خونت غوث میشود، یا هر آینه دیگر تمام با همین جانت مقصد ای بین میرود، سخن طبیب میگیری. آیا میگه این چی جای انصاف است؟
خواهرها و برادرای خیلی عزیز گرامی، من میتونم که با همون الفاظ یا با همون لحنی که بعضی از نفرها در برآمدهاشون فاسق میگن، ابله میگن، حرام میگن، به توفیق میگن، به سعادت میگن، هر گونه به همین نفرها اشاره میکنن. لیکن من برادران عزیز و گرامی هیچگاه با این الفاظ و با این لحن یا با این کلمه ها به شما مراجعت نمیکنم. زیرا اولا گفتی تاجیکای ما این کار توبه است. امکان دارد که از همین نفرهایی که دعوا میکنیم، دعوت داریم، واعظی میکنیم، از ما همچنین فرزندای بیرون شود. اینجا جای توبه است، اینجا جای زحمت است، اینجا جای دعا است، اینجا جای نظارت است. دیگر اینکه الله مهربان پیامبر نازنین او دعوت را برای ما چنین مطرح نکردند که ما با سخنهای خیلی درشت، با سخنهای خیلی سخت، با آوازهای بسیار دغل مقصد مردم را تربیت کنیم. الله مهربان در قرآن میگو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه. شما مردم را با سخنهای نیک، با سخنهای نرم، با سخنهای ملایم مردم را دعوت کنید. حتی نفر پیش پیامبر گرامی آمدن گفتن حضرت بسیار در دلم ذوق و شوق زنا کردن است، میخواهم که با زنهای مقصد مردم معیشت کنم، معصیت کنم، استراحت کنم. پیامبر گرامی نگفتن که ای مقصد فلانی، گفتن نزد من بیا. گفتن بچم میدانی که گفت همون نفرهایی را که تو با او دست درازی میکنی خواهر یکی از برادری تو یا اپه یکی از برادری تو یا زن یکی از برادری تو یا مادر یکی از برادری توست. او میدانم. او پس دانی اگر آیا تو خود دوست میداری که نفری به مادرت یا به خواهرت یا به زنت یا به مثال نزدیکی تو همین که دست درازی کنه؟ گونه نمیخواهم. گفت پس این کاری تو هم گفت، این کاری تو هم گفت لایق به کردن نیست، زیرا که اونها هم نمیخواهند که این کار در راستی نزدیکان اونها انجام بیابد. وقتی این سخن در جیگری گویم یا قلبی همون بچه وقتی تأثیر کرد و حضرت دعا که در حقم حضرت دستش برداشتن دعا کردن، الله جوان هدایت کرد. یعنی با سخن نیک برادرای خیلی عزیز و گرامی میتونیم که ما فرزندان امروز جوانهامون از این راه بسیار پرخطر، از این راه بسیار ناگوار، از این راه بسیار گویم آینده اینها را از بین میبردگی ما مصلحت های نیک تیمشون. برای همین خواهرها و برادرای خیلی عزیز و گرامی من از آیت های قرآن برای شما گفتم که خدای مهربان حکم نفرهایی که مبتلا با این میشوند اونها را چی حکم کرد و الله مهربان برای ما چی نصیحت هایی داد. در برابر این منم باز با شما گفتنی هستم که دیگر چیزی که برای شما مهم هست دانستنش این است که حتما برای این وقتی که خداوند برای تو جدا کرده است، یعنی عمری که الله برای تو جدا کرده است، به قدر این باید که شما رسید. دادرای عزیز و خواهرای عزیز، آیا برای شما مهم و ضرور نیست که پدر و مادر دستش برداره در حق تو دعاگو باشد؟ از او یکی از تو ملال است، از او یکی از تو خفه است، از او یکی بسیار در راستی تو در حالت ترس است، در حالت ناراحتی ناخوشی است. آیا دوست می‌داری دستش برداره بگه بچه‌م یا دخترم خداوند برکت تو و آینده نیک بده؟ آیا برای شما رفیق لازم نیست؟ دوگانه لازم نیست؟ خانه و در لازم نیست؟ پول و ماشین و زندگی در کار نیست؟ من برای چی اینها را گفتم؟ برای آنی که نفرهایی که به این کارها مبتلا شدن اونها دیگر نه رفیق دارن، نه دوگانه دارن، نه خانه دارن، نه شرایط دارن. اگر داشته باشنم در داخل اون خانه اینها محترم نیستن، اینها عزت ندارن و اینها قدر و قیمت ندارن. و این خاطر برای این خواهرها دادرای عزیز ما به قدر عمرهای خودمان، به قدر این وقتی که الله برای ما جدا کرده است، به قدر این رسیدن من در کار است. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را برای ما و شما یه حکایت زیبا میکنه. میگه ز عهد پدر یاد دارم همی، که باران رحمت برو هر دمی، که در طفلیم لوح و دفتر خرید، ز بهرم یکی خاتم زر خرید. باره میگه خدا رحمت کنه پدری مرا، بازارم برد و یک لوح یک تخته که بالاش کتاب میمانیم از او برای من خریداری کرد و همچنان کتابم خرید، دفترم خرید، قلمم خرید
بعد از آن میگه نگاه کرد چشمش به یک انگشتری، چله میگیم یا انگشتری میگیم، میگه به یک انگشتری چشمش رسید و او انگشتری را با ارزش بسیار بلند خرید و او بچم سعدی ایرا همراه نگه بدار، یگان روزی که نیاز پیدا کردی، اگر زندگی مقصد مشکلات پیدا شد ایرا میبری پول میکنی و در زندگی استفاده میبری، این ای دست پدرت برای تو. شیخ سعدی میگه بدر کرد ناگاه یکی مشتری، به خرمای زی دستم انگشتری، چونش ناسد انگشتری طفل خور، به شیرینی از وی توانند برد. میگه مادام انگشتری همراهم که بود، روز میگه یک نفری میگه انگشتری را در دست من دید که ارزش این بسیار بلند است و من خورده هستم، عقل و مقصد در ارزش این انگشتری نمیگیرد، یک دانه خرما را آورد در دست من داد، گفت همین را به انگشتری عوض میکنی؟ من راضی شدم، زیرا من نمیدانستم که انگشتری اینقدر ارزش بلند دارد. من او را دادمش و خرما را گرفتم. برادرای عزیز و خواهرای عزیز، دو مصرعی که الحال میخوانم، گپ در سر این دو مصرع میرود. مقصد این قسم در همون دو مصرع هست. تو هم قیمت عمر نشناختی که در عهد شیرین برانداختی. میگه چگونه که من در انگشتری فریب خوردم، یک چیزی بسیار بهای بلند با یک چیزی بسیار ارزان عوض کردم، تو هم میگه چیزی گرانی در پیش داری با ارزش که این عمر است، این وقت است، که میگه وقتی اگر تو با ایرا به همین کیف کردن و با همین مثال معصیت کردن و با همین بیهوده گذرانی وقتی سپریش میکنی، تو هم در حیات فریب خوردی. خواهران دادرای عزیز، حیات برادران عزیز و گرامی، وقت این بسیار ارزش بلند دارد. ببینید بسیار ارزش بلند دارد. عزیزای خدا میگن که هیچگاه وقت با پول مقایسه کردن در کار نیست، زیرا خصوصیت هایی که در وقت هست در پول نیست. مثل که وقت خزینه کرده نمی شود، لیکن پول خزینه کرده می شود. وقت اگر رفت دیگر را برقرار کرده نمی شود، لیکن اگر پول رفتم بانکراتم شدی، با امکان دارد که اثری نو با برقرار شوید. پول قرض داده می شود، لیکن وقت قرض داده نمی شود. پول از راه یافتن امکان دارد، لیکن وقت از راه یافتن امکان ندارد. خواهران دادرای عزیز، این بزرگی وقت است. فرانکلین که صورتش در همین $100 ها هست، بنجامین فرانکلین میگه که اگر وقت یکی از بزرگترین چیز باشد، کسی اگر همین وقت به همین بیهودگویی و بیهودکاری و با همین راههایی که امروز جوانا و بعضی خواهرای ما انتخاب کردن، با همین اگر سپری کند، اینها بزرگترین تلفات دست دادن. یعنی در عمرشان یکی از تلفات بزرگی را انجام دادن که این وقت بیهوده گذرانیدن. برای همین خواهران دادرای عزیز، به قدر این آیت های قرآنی که من به شما گفتم که هم دنیای شما را حل میکنه هم آخرت تونه، و همچنان گفتار این عزیزایی که وقتها ما باید بیهوده نگذرد. حضرت جنونی میگفت فرصت عمر عزیز است، عزیزش داری، هر نفس گوهری نایاب تو ارزان مفروش. وقتاتون بسیار ارزش بلندی دارد، ایرا شما ارزان نفروشید، زیرا این مقصد لایق به ارزان فروختن ندارد. خواهران و برادرای خیلی عزیز و گرامی، بعضی از نفرهایی که مبتلای همین بیماری بگیم، مبتلای همین استعمال همین تبلیت‌ها و دیگر نارکوتیکا هستین، شما ناامید نشین که این دیگر بازگشت ندارد. یعنی دیگر امکان ندارد که من از همین کار دست بکشم. یا شما ناامید نشوین که اگر بعد این قدری که من در این کار داده بودم، اگه حاضر توبه به سوی الله کنم، خدا مرا میبخشد یا نمیبخشد؟ الله مهربان تو را میبخشد. الله مهربان میگه التائب من الذنب کمن لا ذنب له. هر کسی که از گناه وقتی توبه میکند، ببین خدای مهربان چگونه او را میگرداند، مثل نو فرزندی که از مادر به دنیا میآید که هیچ گناهی در نامه اعمال او نیست،
توبه کننده از گناه را مثل همین کودکی نو از مادر تولد شده میگرداند. باز آ هر آنچه هستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی باز آ. الله رحمت کند این عزیزای خدا را که برای ما و شما معنای آیت گفتند که هیچگاه ناامید نشوید، توبه کنین، هر گناهی باشد الله مهربان توبه ما و شما را قبول میکند. خداوند در توبه ما خرسند میشود هرگاهی که ما رو به سوی الله مهربان میاریم. در توبه 24 ساعت در توبه گشاده است. هر زمانی که رو به الله بیاری الله مهربان میبخشد. در این راستا ناامید نباش. در راستایی که من از این کار برگشتن میتونم، میتونی. هر آینه در تو اگر اراده باشد، هر آینه اگر تو کمک از الله بپرس. یک بار تاریخ حضرت عمر بین. عمری که برادرای عزیز امروز میگیم کرسی خلافت مثل که عمر زینت داد، کسی زینت دادگی نیست. حیاتی با سعادتی که عمر گذرانیده است کسی گذرانیدگی نیست. لیکن در ابتدای عمرش یک آدم شرابنوش بود، یک آدم راهزن بود، لیکن از همین راه گشت. ببین نامش با خط سیاه بود، آمد خطش با نامش با خط طلایی نویسانده شد. حتی وقتی ابولهب برادر عزیز به گوشش رسید که عمر ایمان آورده است خندید، باورش نیامد. گفت اگر بگن که خری مکه ایمان آورده است من باور میکنم، لیکن بگن عمر ایمان آورده است من باور نمیکنم. این آدمایی که در اونها باور نداشتن اونها به چی مرتبه و به چی کوله ها رسیدن. شما هم انشاءالله از این حالت بیرون شده میتونید. یا قصه حضرت رابعه را ببینید. زنی بود که در تمام معرکه هایی که اونجا دا بگیم تمام فسق و فساد بود، رقاصه شون حضرت رابعه بود. می آمدن رقص میکرد، تا روز معصیت و معیشت میکردن. لیکن مادامی که توبه به سوی الله کرد، دستش که می برداشت، الله مهربان دستش جمع نکرده دعاش قبول میکرد. این قدر نفرهایی که بگیم مثل حسن بصری و مثل دیگر نفرهایی که پیش الله این عالم و دانشمند بدن سعی میکردن که تا رابعه را در نکاح خودشون درآورن، لیکن رابعه راضی نشید. ببین تا چه مقام های رسیدن، از کدام حالت به کدام حالت رسیدن. برای این امکان دارد از این جهت هم ناامید نشوین، از جهت توبه کردن هم ناامید نشوین. نه برای شما حاضرم امکانیت هست، شما حاضرم دیر نکردید. کاری کنین خواهرها و برادرای عزیز، از این راه پیش گرفتتان پس بگردین که بسیار راه خطایی را انتخاب کردین، بسیار راه خطرناکی را انتخاب کردین، بسیار یک راهی را که شما میدانید که اگر در روبروی شما هم چیزی نگویند از پشت شما میگن این دخترک یا این بچه در تبلیت کشیدگیه، یا میگه این را حیاتش سوختگیه، یا میگه این آدم حیف شدگیه. شما را از پشتان همین خیلی معرفی تان میکنن. برای همین شما امکان دارین که از این راه خواهرای عزیز بر بگردین. جناب لاهوری میگفت که وقتی که من یک جوانی را میبینم بسیار مقصد بی آدابه، میگه چون جوانی را ببینم بی ادب روزی من تاریک میگرده چو شب. وقتی جوانهای بی ادب میبینم روزم رنگ شب میگرده. برادرای عزیز و خواهرای عزیز، به خدا قسم ما هم همچنان احساسی ما هم خیلی است که ما شما را نمیخواهیم در این خصلت‌های زشت و بد ببینیم. ما میخواهیم شما در بهترین، در مثال زیباترین، در نیکوترین جای و مقام باشید. نوجوانی را چو بینم بی ادب روزی من تاریک میگردد چو شب. آب و روی گل زی رنگ و بوی اوست، بی ادب بی رنگ و بو بی آبروست. آب و روی گل میگه ای رنگش ای بوش است، لیکن آدمی بی ادب نه رنگ داره و نه بوی داره. یعنی شما ناامید نباشین خواهرها و برادرای خیلی گرامی، انشاءالله همه اینها گذشتنی است. همه اینها را شما میتونید ترک کنید. ولی ببینین بعضی خواهرها و دادرای ما وقتی که استعمال میکنین همین تبلیت‌ها را، شما میتونید در همون حالت شما ها را سیام کم میکنن. شما چی چیزهایی میگین، چی کارهایی میکنین، همونها را با بعضی همون رفیقای شما که اونها رفیق هم نیستن، اونها دوگانه هم نیستن، اونها با میگیرن ثبت میکنن با در اینستاگرام، در همون تیک تاک، در همون یوتیوب، در همون جا میپرتن روی دنیا شما را نگاه میکنن. شما در حالت انمون بگیم کیف و در حالت هم مستی که قرار دارید.
ولی متاسفانه امروز در همون اینستاگرام و در همون تیک تاک در همونا دخترای تاجیک میبینی، بچه های تاجیک میبینی، همون کلیان زدیشون کلیان زدیستن همون را صورت گرفته میپرتاید. خواهرای ما فیگورهاشون پیش پسشون جنبانده نشان میتن. بعضی هاشم میبینی خواهرای ما را دراز کشیدگی گاه پاش آسمان دا میبرداره، گاه پاش تید میکنه، همون قطعی صورت گرفته و همون را مقصد در شبکه ها میپرتاید. بعضی هاشم میبینی با لباس های آوازی میکردگی آوازی داره و همون را صورت گرفته سای. شیخ سعدی میگه حیا باید که دارد آدمی زاد که لعنت بر وجود بی حیا باد. انسان که شدی باید حیا داشته باشی. میگه وقتی که تو حیا نداری لعنت بر تو میگه که تو آدمی بی حیا باشی. لیکن همونهایی که می کار میکنن، خواه برادرای ما خواه خواهرای ما، همون را سنجیده ببرین، خونی همون را بسنجین، اونا همش در حالت استعمال انامین تبلیتکه ها خداشون برای احوال میارن که دیگر درک ندارن. شما در صورتگیری یا در سیامکه کردن هرگاهی که اگر بسیار ذوق دارین، بسیار شوق دارین، خوب میشید که شما مقصد فرزنداتون را در پیشتون شینانین، یکان نصیحت زیبایی برای اونها کنین تا که برای دیگر مادرها مقصد این نصیحتی تو و این لحظه که با فرزند بودن تو مقصد درس شود و از کار تو و عبرت گیرد. یا با فرزند در پیش یک کتاب بمان، یک دفترک بمان، یک قلم بمان، با اون نوشتن خواندن مقصد طرزش نشان بده و بگذار دیگرها هم مقصد همچنان پیروی از تو کنند. یا فرزندات پخت و پز نشان بده. ببین یعنی کارهای نیک بسیار است که شما هرگاهی که خواهین بسیار هوس داشته باشین شما اینها را مقصد کنین تا برای دیگرها یک درسی شود. و اینو در عموم اگر گویی حاجت به همون صورت ماندن هم نیست، حاجت به همون سیامکه ها هم نیست، زیرا که شاید عاقبت مقصد یگان ناخوبی و یگان ناراحتی و یگان ویرانی را برای شما خواهرها و دادرها بیارد. برای همین نصیحت من هم همین است که از بسیاری همین سیامکه هایی که میکنین باور کنین میبینی در دستش یک او پیپسی نامعلوم او کدام نمود نوشاکی است، همه را نوشیده است، همه را سیامکه کرده مقصد در اینستاگرام میپرتاید. چی معنی دارد امو؟ چی معنی دارد؟ خدای مهربان خیرتان بدهد. خواهرها دادرای عزیز، از سخنهای ما ملال نباشین، از سخنهای ما ملال نباشین. البته این سخنها شاید خواهر دادرای عزیز برای یگان نفر مثال یک بهبود بیارد، لیکن من برای شما این قدر گفتنیم به خدای مهربان قسم من یگان غرضی ندارم، یگان بدبینی ندارم، فقط میخواهم که آبروی همین ملت پایان نرود. این قدر میخواهم که شما خواهر و برادرای مسلمانی ما هستید که پیامبر گرامی میگفت که تا زمان آنچه را برای خودت دوست میداری برای دیگران دوست نداری ایمانت کامل نیست. ما را این حرف های پیغمبر خدا وادار میکند که ما به شما چنین مصلحت ها را برسانیم. این است برادرای خواهرای عزیز مصلحت من همچون یک برادر شما که شما از این کارها دست بکشید و هیچ وقت این راه ها را برای خودتان راه خوب البته حساب نکنین، بلکه به سوی پروردگارتان دعا کنین، از این راه بر بگردین. ان شاء الله شما قدرت برگشتن دارین و خدای مهربان خواسته باشد شما از زمره بهترین ها و خوبترین ها میشوین. خدای مهربان همه شما را حفظ کند. در آخر سخن حضرت عمر خیام پند دهمت اگر به من داری گوش، از بحر خدا جامعه تزویر مپوش. دنیا همه ساعت و عمر تو دمه، از بحر دمه عمر ابد را مفروش. الله مهربان ایمان آمن کامل و خاتمه همه ما و شما را بخیر کند. آمین یا رب.